چی؟ خودت ننداز پایین میگم. چی میگی؟ تو دیگه کی هستی؟ برو عقب. خودت برو عقب، بیفتم رو تا. آخه برای چی میخوای خودتو بندازی؟ مگه زندگی اجباریه آخه؟ نه نیست. پس بیا برو کنار، حرفای روانشناسانه نزن. من حرف روانشناسی زدم؟ نه نزدی، بیا برو کنار. اوکی اصلا بیخیال. تو چرا روی پشت بون ما میخوای خودتو بندازی پایین؟ چی؟ پشت بوم شما؟ آره پشت بون ماست. چی میگی تو؟ Zwei oder 3 Monate vergangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. Vorbei! هی اشکان، تو که جرأتشو نداری برای چی میخوای خودکشی کنی؟ جرأتشو دارم، حالا میبینی. نداری دیگه. اول که اومدی رگتو بزنی، بعدش هم قرص خوردی، الانم که تازه از بالای پشت بون اومدی. بالاخره یه راهی پیدا میشه. تو تحمل یه درد کوچیکو نداری، بعد میخوای خودکشی بکنی؟ چند ثانیه دردشو تحمل بکن برای یه عمر راحت شو از این زندگی لعنتی. تیغ دردش زیاد بود آخه. قرص که بخوری بدون درد از این دنیا پرواز میکنی میری. هر کاری کردم نشد آخه. مرگی با هیجان میخوای؟ آره عجب. نمیتونستم قبول کنم اینقدر راحت بمیرم. قصه نخور کرگدن، تو هم یه روزی میپری. نتونستم بپرم. اصلا هر کاری کردم نتونستم. بازم نتونستی مگه نه؟ چون تو یه ترسو هیچ موقع روبروی مشکلاتت وای نستدی. یه بار سینه تو سینه باشون نشدی. همش میخواستی فرار کنی، همش دنبال بهونه بودی تو زندگی. اگه یه بار مثل مرد وایساده بودی جلوشون، هیچ وقت کارت به اینجا نمیکشید. همیشه دنبال بهونه بودی، حتی الان که میخوای خودتو بکشی بازم دنبال بهونه هستی. به خودت بیا. تو همیشه فرار کردی، الان هم میخوای فرار کنی. از مشکلاتت نه،
از زندگیت. یه لحظه صبر کن. جناب پیشوا، اون کثافت‌ها رسیدن. درها رو باید قفل کن. هر لحظه ممکنه بریزن تو. کیا رسیدن؟ کیا؟ همون روستای آشغال عوضی، متفقین لعنتی. مگه پیروانتون باهاتون نیستن؟ گور پدر همشون، نصفشون که مردن، نصفشون هم فرار کردن. پس این صدا مال کدوم جبهه هست؟ صدای جبهه مقاومت ماست، ولی صدای اون جوونایی که به خاطر آلمان از زن جوونشون، نوزادشون و تمام دارایی زندگیشون گذاشتن و برای سرفرازی آلمان به جنگ رفتن. نه مثل اون کثافتایی که همشون فرار کردن و رفتن. خب دیگه چرا میخواید تسلیم بشید؟ شما که پیروانتون رو دارید. نه! تسلیم نه! عمرن اگه من میخوام تسلیم بشم، من فقط میخوام دست اون روسا به من نرسه. نمیخوام خون من به دست اونا ریخته بشه. خب اگر نمیخواید تسلیم بشید چرا اینقدر ترسیدید؟ من فقط میخوام دست اون متفقین لعنتی به من نرسه. این تفنگ منو بگیر. تو منو میکشی که اون روسا من نکشن. ولی آخه جناب پیشوا، ولی آخه نداره دیگه. سری باش منو بکش. اصلا بده من تفنگمو. اصلا میدونی چیه؟ خودمو میکشم. اون همه آدم اون بیرون دارن تو جبهه‌های لعنتی شما میمیرن. اون وقت شما میخواید خودتون رو بکشید و تسلیم شدید؟ همه اونا امیدشون به شماست. گرامافون داری؟ نه ندارم. دم مرگی میخواید موزیک گوش بدید؟ میخوام با عزت بمیرم. خب گوشی با گوشی میشه. گوشی چیه دیگه؟ یکی ولش کنید، میتونم براتون موزیک بذارم. اوکی، همون با گوشی موزیک بذار. یکی از سمفونی های بتوون رو بذار. با گوشی همه کار میشه کرد. امروز من میمیرم و فردا فرد دیگری، اما آلمان برای همیشه باقی خواهد. به کجا نگاه میکنی؟ چی؟ فکر میکنم که حرفایی که درسته. کدوم حرفا؟ همین که اون سربازای لعنتی دارن به امید من میجنگن. من نباید پا پس بکشم و باید تا آخر برای آلمان بجنگم. آره خب به هر صورت هایل هیتلر! هایل آلمان! آهای خودتون انداز پایین. چی؟ تو دیگه کی هستی؟